бо салом ба бинандагони бениҳоят гиромии радио Озодӣ, ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро дар Ozodivideo канали радиои Озодӣ дар YouTube тамошо доранд. Чун ҳар вақта Шалои Гулхоҷа ҳастам. Соати 10 бо вақти Прага дар хизмати шумо бо хабарҳои тозаи Тоҷикистон ва ҷаҳон. Ёдатон наравад азизон, ҳамаи шуморо ман ба дасти соати дигар дар пахши мустақими барномаи хабарӣ мунтазир хоҳам буд, ки дар ҳамин ҷо чун ҳамеша пахш мешавад ва тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар бар мегирад. و من شروع میکنم از یک خوش خبر برای شما موجودین عزیزی که در روسیه هستید و پیوسته میخواهید که از زبان من اقلا در این روزهای اخیر یک خوش خبر بشنوید و این وابسته است به پروازها به سمت روسیه. جمیله حسین و سخنگوی فرودگاه دوشنبه میگوید که فعلا شرکت روسی هوایی یوتر با مقامات توجیک برای راه اندازی پروازهای چارتری به تاجیکستان وارد مذاکرات شده، میخواهد حداقل هفته به دوشنبه یک پرواز انجام بدهد. با این پروازها یوتر میخواهد به تاجیکستان مجریان کاری توجیک را آورده از اینجا شهروندان روس را به وطن ببرد. طبق مقررات نوی ایکاو یا سازمان بین‌المللی هوانوردی، بعد از خروج بیماری کووید 19 مسافران باید در داخل هواپیما فاصله بی‌خطری را رعایت کنند. یعنی بین مسافران باید یک کرسی خالی نگاه داشته شود. به این دلیل متاسفانه قیمت پرواز به روسیه به حساب میانه 650 یورو خواهد بود که در مقایسه با زمان تا خروج بیماری به مراتب بلند است، گفت خانم حسین. و وی از جمله افزود که شرکت هوایی استانه ایر که مشغول انتقال مسافران میان دوشنبه و الماتو بود، در سامانه رسمی خود خبر داده است که از 1 ایون پروازها به پایتخت تاجیکستان را شروع میکند. در این پروازها نیز مقررات نوی ایکاو رایج خواهد بود. خب این خبر به آنهای داخل دارد که صبح امروز نیز در پخش مستقیم از ما پرسیدند که آیا پروازها به سمت قزاقستان کی شروع می شود و طوری می بینید از 1 ایون انتظار می رود که شود. یادآور می شوم که قزاقستان بعد از روسیه حالا دومین کشور است که مجریان کاری تاجیک را می پذیرد. در ضمن تاجیکستان شهروندان روسیه را که بنابر پاندمیای کووید 19 در کشور بند مانده و مهلت ثبت اقامت یا رجیستراسیشان گذشته است جریمه نخواهند کرد. در این باره وزارت کارهای داخلی روسیه در صحبت با خبرگزاری تاس ابراز نظر کرده است. به قول دفتر مطبوعاتی وزارت، بنابر اوج بیماری کووید 19 و بسته شدن مرزها و قطع گردیدن پروازها، شمار زیادی شهروندان روسیه در کشورهای مختلف درماندند. جانب تاجیکستان این شهروندان را که مهلت حجت‌هایشان به پایان رسیده است جریمه نمی‌کند و برای تمدید اسناد کمک خواهد کرد. معاون اول وزیر کارهای خارجی قرقیزستان نورون نیوزالیف گفته است که برای پشت سر نمودن پیامدهای پاندمیای کرونا ویروس متحد نمودن تلاش‌های روسیه و 5 جمهوری آسیای مرکزی ضرور است. خبرگزاری تاس از بیشکک اطلاع می‌دهد که این سخنان را منصبدار قرقیز در یک کنفرانس با اشتراک هیئت‌های روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ابراز نموده است. با گفته نیوزالیف، در زمانی که عالم با تهدید کووید 19 مواجه می‌باشد، همکاری عمیق‌تر تجارتی و اقتصادی کشورهای منطقه از قبیل تهیه به اصطلاح دالان سبز و یا دالان آزاد ترانزیتی مولوکولو، تامین امنیت منطقه و مقاومت با تهدیدها ضرور است. تاس یادآور شده است که بر علاوه پاندمی وضع امنیتی افغانستان هم ارزیابی گردیده است. و یک خبر دیگری هست که فکر میکنم به سوالهای دیگری زیادی شما پاسخ میگوید وابسته به موسم دعوت به ارتش. خوب، در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف ارتش علاقه 100% اجرا شده است. به همین ترتیب معرکه سفربرکنی جوانان به خدمت 10 روز پیشتر از انجام رسمی مهلت به پایان رسید. عارف نظامیان سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید فعلا تقسیمات نوسکران به قسم‌های نظامی و جزء تام‌ها صورت گرفته، آنها علاقه سوگندی حربی کردند. دعوت به خدمت در ارتش تاجیکستان سال 2 بار بهار و تیر صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانان از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب میشوند و تعدادی از آنها را هم برای سربازی کار میگیرند. مقامات جوانان را برای سرکشی از خدمت متهم میکنند، ولی ساکنان و جامعه شهروندی به کم کردن مهلت خدمت حربی و از بین بردن دیده‌نشین و بهتر نمودن شرایط در قسم‌های حربی پایفشاری دارند. باید گفت که در موسم دعوت بهاری امسال نیز چندین حالت‌های از طریق زور به ارتش جلب کردن جوانان رسانه‌ای گردید.
روز 20 مای حدود 60 کارگر چینی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنیسور نزدیکی شهر خوجند دست به کورشکنی زدند و به نشانه اعتراض گردهمایی کردند. شاهدان میگویند آنها به مسئولان کارخانه با سنگ و چوب حمله نمودند. در نوارهایی که منظره اعتراض را نشان میدهد چند دفعه به هوا تیرخوری کرده میشود و صدای ناراضگی ازدحام به گوش میرسد. یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت در حقیقت به هوا تیرخوری کرده شد ولی تنها به خاطر پراکنده نمودن ناراضیان هیچ کس زخمی یا کشته نشده است. مسئولان کارخانه و جماعت زرنیسور میگویند در اول خواستند مسئله را با گفتگو حل کنند اما کارگران چینی به اعتراض خود ادامه دادند. سپس به گفته آنها برای آرام کردن اعتراضگران کارمندان ملیسا از ولایت آمده به خاطر ترس دادن ناراضیان به هوا تیرخوری کردند. در این اعتراض کارگران تاجیک کارخانه شرکت نداشتند. به سبب دسترسی نداشتن به کارگران چینی موقع آنها و اینچنین سبب اعتراضشان معلوم نیست. در اول گفته شد که آنها به علت همهگیری کرونا ویروس نو در تاجیکستان از رهبریت شرکت طلب کردند مسئله بازگشتشان به چین را حل کنند، اما نماینده های شرکت مشترک کوهی متالورژی تاجیکستان و چین و اداره صنایع ولایت سوخت میگویند اعتراض کارگران چینی به مزد کاری آنها ربط دارد. شماره حاضر کارگران چینی در شرکت حدود 60 نفر گفته می شود و این شرکت که معدن سرب و روح استخراج می کند در سال 2009 گشوده شد و باید گفت که کارخانه مذکور قادر است سال 1 میلیون تن معدن سرب و روح را کار کرد کند. و بینندگان عزیز این چند خبر توضیحی بود که من برای شما گفتم و البته بازم یادآور می شوم که بعد از 30 ساعت دیگر منتظر شما عزیزان خواهم بود با خبرهای از این توضیح تر و با گزارش های روز در برنامه خبری که 15 دقیقه ادامه می کند و 30 ساعت پس در همینجا تقدیم شما می شود. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.